همین درباره 10 روز پیش آمدن رمضان کمتر معلومات پیدا کردم. این فقط از سالشماره قمری به سالشماره شمسی فرقیت دارد یا اگر معلومات دیگه میدادین استاد در همین باره 10 روز هر سال پیش میگم؟ اصلا وقتی که شریعت ماه میگوید یا سال میگوید همین ماهی قمریه در نظر دارد. ماه در لغت عرب هم در لغت تاجیک هم همین ماهتابی که میبینید کو از بروید ماهتاب میبینید. همین ماهتاب در همین ماهتاب رمضان است. همین ماه وقتی که پیدا شد رمضان یعنی که در آمد. همین ماه وقتی که تمام میشد یا بار با پرره میشد بدر میگن نامیوه بعد بگشته کم میشد و همین که دی تمام میشد و ماهی نو میبرد ماهی شوال و این ماه ها همش عبارت یا از 30 روز یا از 29 روز 31 روزه ندارد. 31 روزه دکبر و ایول و امپراتور ایول وقتی نام خودش بدرنی ماه ها پیش ماه های شمسی 10 تا بود. امپراتور شد ایول نام خودش ماهی 11 به در آورد 10 ماه بود در آورد و 11 ماه کرد ایول. اینچورین امپراتور آگوست بعدی وی آمد و وی هم نام خودش ماه به در آورد. این آگوست نام یک امپراتور است وی هم 31 روز کرد ماه. یعنی اینا همش نه چیزی به حس دیده نمیشد این ماه های آفتابی را، اما ماهتابی را به حس دیده میشد. میبینید که ماهی نو برآمده است ماه شروع شد. وقتی که این ماه تمام شد ماه دو شد. خب ماه که یا 29 روز است یا 30 روز است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه ماه یا 29 روز میشد یا 30 روز، خیلی که در صحیح بخاری مسلم ثابت است. خب از همین جهت در یک ماه در یک سال 6 ماهش اگر 29 روز شود 6 ماهش 30 روز شود اگر یعنی 354 روز یا 355 روز میشد. با همین سال تمام میشد. الله تعالی گفت که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله. عدد ماه ها ان عدت الشهور عدد ماه ها در کتاب الله تعالی ان عدت الشهور عند الله در نزد الله تعالی 12 شهرا عبارت از 12 ماه است. عدد سال یک سال پره عبارت از 12 ماه است در نزد الله تعالی. منها 4 حرم از بین این 12 ماه 4 تاش ماه های حرام است. ماه ذوالقعده، ذوالحجه و محرم و رجب. 4 ماه های حرام یعنی این ماه هایی که حرمتش بلند. در این ماه ها حتی مشرک ها جنگ نمی کردن. همین ماه شود جنگ های آتش بس می کردن تا گذشتن ماهی حرام. گناهش عظیم خون ریزاندن حرام است در این ماه ها. در دیگر ماه هم حرام است لیکن در این ماه ها حرمتش بلند است گفته خودداری میکردن. یعنی در نزد الله تعالی از آن روزی که آسمان ها و زمین ها را آفریده است در قرآن کریم الله تعالی میگه عدد ماه ها 12 ماه است و ماه ها عبارت یا از 29 روز یا از 30 روز است. فهمیدید؟ اون ماه ها که 31 روزه دارد یک تاش 30 روز یک تاش 31 روز یک تاش 30 روز یک تاش 31 روز غیر فیورال. بنابراین عددی بها 365 روز شد یا 364 روز. عدد این ماه ها 254 یا 255 روز. فهمیدید برادر؟ یگان جای مشکلی دارد. شریعت هیچگاه سال ماه گفت اون سالهای میلادی در نظر نداره. اینه در نظر داره. در قرآن کریم ذوالحجه، ماه رمضان، افطار، سحری اینا همش به همین آفتاب و ماهتاب علاقمندی دارد لیکن سال شماری طبق ماهتابی است.